سلام بینندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 22 مارس است. من خیرمان وقت‌زاده نشر امروز اخبار آزادی را تقدیم میکنم. توجه کنید به سرخط موضوعها. زلزله پرشدتی که در افغانستان و پاکستان جان چندین نفر را گرفت، در تاجیکستان هم تلفات مالی بر جای گذاشت. Там گفتن که در بیرون بروید که زمین لرزیده است، با دیوارها در زمین غلطیدن در روی جاگاه ما. تاجیکستان در آستانه ماه شریف رمضان مردم روزگیر از بالاروی نرخ غذا شکایت دارند. نخری نشود، خورده در کارای، روزه گرفته در کارای. قانونگذاران آمریکایی تهدیدهای احتمالی امنیتی از طرف شبکه تیک تاک در ایالات متحده آمریکا را محاکمه خواهند کرد. شام دیروز ساعت‌هایی که مردم در تاجیکستان عید نوروز را جشن می‌گرفتند، زلزله پرشدت زمین را تکان داد و بسیاری ها را هراسان کرد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت در حدود تاجیکستان زلزله 5 درجه ریختر را تشکیل داد، ولی ظاهراً مرکزی آفت طبیعی این نوبت افغانستان و پاکستان بود که تا حال خبری در گذشت دست کم 13 ساکن و جراحت 10 نفر و خراب شدن منزل مردم تصدیق شده است. همکارانم مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف گزارش می‌دهند. آثار زمین لرزه شب 21 مارس. اهل این خانه در دهه چوله ناحیه رودکی بعد یک روز می‌خواستند استراحت کنند. در جاگاه خوب بودیم که خوب رفته بودیم که چیم خیلی وشتن زمین ترسیدیم، خیال کردیم یکون چشلگی است و تام گفتن که در بیرون بروید که زمین لرزیده است، با دیوارها در زمین غلطیدن در روی جاگاه ما. ترسید؟ بله. حضرم ترس شب خوب نرفتیم، ترسیدیم. این خانه 40 سال پیش بنیاد شده است و حالا خانواده از ناداری نمیتوانند آن را تعمیر کنند. مقامات درباره خسارات رسیده از زمین لرزه دیروز رسما خبر ندادند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تنها از مردم خواست به آوازه‌ها درباره تکرار شدن زمین لرزه باور نکنند. بعضی ها این زمین لرزه را نشانه پایان دنیا، برخی دیگر غضب خداوند نامیدند و هشدار دادند که با اخلاقی که دارند مردم منتظر زلزله های نو و سخت‌تر باشند. ترکیه هم شده که همین زمین جنبی گفتن که همین خیلی بهت بدینی کردنده، لباس و عروس و بهت همی در شب تویشون وابشه با آدمای نامحرم رقص بازی همی و مودا نیست که دینی مودا. بعد با تلویزیون ما که تلویزیون بسیار تماشا میکنم، با دیدم که یک پیشگویی میکنه که مرد افغانی که اگر دیده باشین اگه که ترکندگیان دیگه نمیتونم که بود فکر شدیم گویا نباشه گفتن که امیر خداوند می خلقت که به حدی بعد گذراندنده فسادی همی کارو. این مرد هم باور دارد که با واسطه ها خدا میخواهد اخلاق جامعه را اصلاح کند. این اولش یک واقعه طبیعی میباشه، اولش. دیگه‌اش ممکن است که از همین هم سبب شوند که کم اخلاق مثل جوانو این چیزا کمتر از حد گذشتگی است. ولی نه همه به این عقیده ها راضی اند. با فکر من که حادثه طبیعی است، برای که ما همه چیز را با دین و مذهب و چی پیوست کردن نمیتوانیم. تو همین وقت زمین جنبی بود، تو مذهب دین مبین اسلام، تو دیگر دین ها را، اگر امروز اومده مردم همین عقیده خیلی پس قطعی این را پیوست میکنن. فکر من این حادثه طبیعی. بحث باورهای مردم به حادثه های طبیعی در تاجیکستان نو نیست. بعضی ها کوشش میکنند هر حادثه را در پیوند به عقیده دینی اشان شرح دهند. از جمله حادثه های طبیعی را متخصصان سبب را چنین میبینند. از بس که مردم با دانش‌های علمی نه اونقدر باور دارند و تحلیل دانش‌های علمی که تحلیل و بررسی طلب میکنند، بیشتر مردم رو میارن با خرافات و تعصب و افراط و از این نقطه نظر به همین مسئله ها برخورد میکنند. یعنی بیشتر مسئله ها رو از زاویه خرافات و تعصب مینگرند. چون جمهوری تاجیکستان هم که در همین سیستم کوهی پامیر قرار دارد، در ما زمین جنبی ها به عمل می آید. تاجیکستان در یک از منطقه‌های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. سال 2021 در یک زلزله یک دهه در ناحیه تاجیک‌آباد قریب پره خراب شد و چند نفر جانش را از دست داد. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.
در تاجیکستان و بسیار دیگر کشورهای مسلمان نشین بر رسیدن ماه رمضان آماده می شوند. مثل که هر سال مشاهده می شود، یک دو روز پیش از این ماه مبارک برای مسلمان ها در بازارهای تاجیکستان افزایش نرخ خوراکواری به خصوص نوعهای اساسی مثل گوشت و روغن و شکر مشاهده می شود. نظر خریداران به نرخ‌ها در بازارهای شهری بختر در گزارش همکارم زرنگزی نوروزشاه. بازارهای شهری بختر این شب و روز سرودمند. ساکنان که برای ماه رمضان آمادگی مخصوص می‌بینند می‌خواهند محصولات ذخیره کنند. با وجود بالا بردن نرخ‌ها آنها می‌گویند مجبورند خریداری کنند. و به همه شده رسه چیکار میکنی نگاه مجبوری بخری نخری نشود خورده در کارای روزه گرفته در کارای خریدیر نه. همه ساله در پیشروی ماه رمضان نرخ محصولات اولیه در تاجیکستان بالا می رود. ساکنان می گویند که تاجران می دانند که مردم خواهد و نخواهد باید این محصولات را بخرند و از روی مقاله بردارد زمکن عمل می نمایند. برخی از خریداران از رفتار تاجران در راستای ماه رمضان شکایت می کنند و می گویند آنها با وجود اینکه برخی سفری حج انجام دادند معنی سخاوت را نمی فهمند و غم مردم نادار را نمی خورند. این زنی بازنشسته می گوید 164 سومونی نفقه می گیرد و خیلی برایش مشکل است. های نمی مسکه خریدم، نون، سیو، بعد با چی خریدم؟ قند سفید، همه چی، گوشت. در بازارهای شهری بختر 1 کیلو گوشت از 65 سومونی به 68 سومونی رسیده. شکر در یک هفته اخیر به 11 سومونی برابر شده است. پیاز 9 سومونی، سبزی از 3 سومون به 4 سومونی بالا رفته است. 1 کیلو کارتوشکا 5 سومونی و یک خلطه ارد نوعی یکم 265 سومونی شده است. در حالی که ساکنان از بالاروی نرخ و نوا شکایت دارند، مسئولین حکومت شهری بختر میگویند بالاروی نرخ را مشاهده نکردند و تاکید میکنند که نرخ بازار را زیر نظارت دارند. در گزارش سالانه دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا درباره وضع حقوق بشر دیده می شود که مشکلات این ساحه در تاجیکستان بیشتر شده است. به صورت عموم تاجیکستان در این گزارش یک دولت خودکامه نامیده می شود که از سال 1992 به این سو از جانب یک نفر پرزیدنت امام علی رحمان رهبری می شود. گزارش به نقش حل کننده ساختارهای انتظامی به ویژه کمیته دولتی امنیتی ملی و هم زیاد شدن محبوسان سیاسی تاکید کرده است. هنوز مقامات در تاجیکستان به این گزارش واکنش نکردند. از همکارم کیومرث عطا که حالا در استودیو با ماست میپرسم کدام بخش‌های گزارش را کیومرث اساسی و مهمترین نامیده میتوانیم؟ تشکر خرامان. اصلا گیریم همه نکته های این گزارش بسیار بسیار مهم هستند، ولی می شود اشاره کرد که وزارت کارهای خارجی آمریکا به کدام ها دقت بیشتر داده است. اینها پیش از همه سرکوب اعتراضات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در ماه می سال گذشته، زندانی شدن ده ها فعال و اعتراضگر، حبس ژورنالیستان از جمله عبدالله غروتی و عبدالستار پیر محمدزاده، شکنجه در بازداشتگاه ها، زیاد بودن پرونده های وابسته به افراطگرایی، محاکمه های پوشیده و حکم های بسیار هم سنگین و طولانی دادگاه ها و غیره. مؤلفان گزارش نوشتند که به جزای یک مشکل بسیار هم کلان و پهن شده در ساختارهای قدرتی از جمله وزارت کارهای داخلی، اداره زندانهای وزارت عدلیه و کمیته دولتی امنیتی ملی است و آنها در این باره البته دلیل و ارقام هم آوردند. باید گفت که مقامات تاجیکستان هنوز این گزارش را شرح ندادند، اما در گذشته البته وجود زندانی های سیاسی را در کشور همیشه رد کردند. گزارش وزارت کارهای خارجی آمریکا همچنین درباره حمله به ژورنالیستان رادیو آزادی در روز 17 می سال گذشته، یعنی حمله به مولا رجب یوسفی، براد یوسفی، انوشیروان آریپوف و نسیم اساموف هم تاکید کرده است و از این حمله یادآوری کرده است. کیومرث، آیا درباره طرز برخورد به پناهجویان از افغانستان کدام خبری تازه هست در این گزارش؟ بله خرامان، همونطور که در گزارش دیدیم اومده است که بعد به سر قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تاجیکستان همسایه یک کار کمیسیونی وابسته به پناهجویان را در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت و با این رفتارش به رسیدگی به مهاجران محتاج امنیت و هم یاری در کشور یک مشکلی پیش آورد. در گزارش آمده است که بسیار پناهجویان بعد از این در نیمه راه ماندند. این گزارش اینچنین از حالتهای طلب پاره یا رشوه به مبلغ بیش از $2000 از پناهجویان برای دریافت گویا شهادت نامه یا که کارت پناهندگی در تاجیکستان هم خبر داده است. ولی راست گپ سنجیدن درستی این دلیل ها در حال حاضر بسیار مشکل است. خیرامان ببینیم که آیا مقامات تاجیکستان در این باره چی واکنش خواهند کرد.
تشکر. همکارم کایمر سیاتا بود با چند نکته از گزارش نوی وضع حقوق بشر در تاجیکستان که آن را دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا نشر نمود. قرار است فردا 23 مارت مدیر کل شبکه اجتماعی تیک توک شو زو چون در کمیته انرژی و تجارت مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا گواهی دهد. مهمترین سوالی که وکیلان مجلس آمریکا را تشویش می دهد پیوند احتمالی این اپ یا ضمیمه با حکومت چین می باشد. در یک اقدام اخیر ماموریت شبکه رادیو و تلویزیون بریتانیا به کارمندانش دستور داد که از تلفن‌های کاری شبکه تیک توک را پاک کنند. گزارش صدای آمریکا را همکارم شهلای گلخواجه تقدیم می‌کند. انتظار می‌رود که مدیر کل شبکه اجتماعی تیک توک شو زی چون با پرسش‌های قانونگذاران آمریکایی درباره حفظ اطلاع خصوصی و ارتباط شبکه با حزب کمونیستی چین پاسخ دهد. قبل از این سناتور مارکو روبیو در جلسه اوید با تهدیدهای امنیتی چند سوال را درباره تیک توک با کریستوفر ری رهبر بیوروی تفتیشات فدرالی مطرح کرد. آیا حکومت چین با استفاده از آن که صاحب بایت دنس است اگر بخواهد یا اگر مجبور به همکاری شود میتواند تیک توک را وادار کند که معلومات میلیون ها کاربر را برایشان دهد؟ بله. آیا آنها میتوانند نرم افزار میلیون ها دستگاه را نظارت کنند؟ بله. آنها توانی دسترسی به معلومات ما استفاده اطلاع را دارند. این یک تهدید جدی امنیتی به کشور است که نظیرش را ندیده بودیم. مدیران تیک توک مثل رئیس سیاست مخابرات بروک اوبرویتر میگویند که آنها نگرانی‌های امنیتی آمریکا را به نظر میگیرند. اول اینکه حکومت چین هیچ گاه نگفته است که معلومات کاربران آمریکایی را دیدن می‌خواهد. تمام معلومات ما توسط پایگاه اوراکل کلاود گردآوری می‌شود که در یک فضای امنی تحت نظارت تیم امنیتی آمریکایی ما نگهداری می‌شود. جیک دینتون محقق هریتیج فاوندیشن گفت در تلفن خود نگاه داشتن تیک توک برابر بودن زیر یک دستگاه نظارتی است. این ضمیمه گرگی را میماند که لباس بره را پوشیده است. اینجا مسئله تبلیغات عظیم چینی هم مطرح است. مسئله جمع‌آوری معلومات در میان است و از این نظر برای آمریکایی‌های عادی و حکومت ما حساس دانسته می‌شود. ماه دکبر تیک توک را در کامپیوترهای فدرالی منع کردند، ولی تحقیقگر جیمز لوئیس میگوید احتمالاً آن پورا منع نشود. در کانستیتوسیا اجازه نمیدهد که تیک توک پورا منع شود. تخص حق دارد بگوید که شما آن را در کامپیوترهای حکومتی استفاده کردن نمیتوانید، ولی شما نمیتوانید با آدمان عادی امر دهید که در حیات خصوصی خود از آن استفاده نکنند. کنگرس در فکر قبول قانون می باشد که با پرزیدنت جو بایدن حق می‌دهد در صورت تهدید به امنیت ملی استفاده برخی فناوری ها را منع کند. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش‌های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد. و یک خبر سازمان ملل متحد میگوید 26% اهالی سیاره به آب امن دسترسی ندارد و 46% از مشکلات سانیتری عادی اذیت می شود. این آمار در گزارش نوی این سازمان در آستانه شروع کار کنفرانس بین المللی بحران آب در نیویورک نشر شد که قرار است امروز 22 مارت به کار آغاز کند. نشستی که تا 24 مارت در قرارگاه سازمان ملل متحد جریان میگیرد با تشبس مشترک حکومت تاجیکستان و نیدرلند دعوت شده است و پرزیدنت امامعلی رحمان با اعضای حکومت تاجیکستان در کار آن اشتراک میکند. و بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی در همینجا به آخر میرسد. اگر خود شما هم شاهد خبر حادثه یا منظره جالب شدید، میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید.